میفهمین کی میایه؟ سید جمال مبارز اجرا میکنه. مغز پوچ باشه سلطانت خنده داره جوانا چرا درس خوانده مچم کنگس برای من چرا اقاقت و دیست در کشور ما همه سیر زندگیست ای سرکای قیر خاک باد میشه کمیسیون ها در او ایجاد میشه خدا کاری کسا در دولت بند نکنه کلی پیسیش میره برباد میشه نگوی سر کمیسیون زدی گپ ناق اگر نفهمیدی ات نزیده با تا از بس دور نشیم باش یا نمیریم جوان برخیز تا حق خدا بگیریم دیگه نمیدانه قدر ما را اینجا شکمی کلان ارزش داره کس اهمیت نمیده برای تفکر جوان اما مثل نیش کار میده این زن نیش یک رب باری میزنم نیش بس ما ادامه داره میریم پیش بس ما ادامه داره میریم پیش شوکیر علاکو بیتی تقاوت بین تو جوان است خیلی تفاوت جوان ها داره ایده های نو دست تو نمیره سری چوکی خو از اوضاعی وطن کسی نست رازی چوکیش خال میشه با ملاحظات سیاسی از خود قندوز بگیرین بند تا کس به امریش از قدرت من در چوکی های دولت نشه استخدام هم خود هم دولت میکنه بدنام هم خود هم دولت میکنه بدنام استعدادها به ترک وطن مجبور میشه همون شخص ضعیف میره مامور میشه البته توسط پول و واسطه وضعیت خراب است لالا پرت و ناسته سالانه چقدر پول اینجا کمک میشه مصرف نمیشه و آخر لا درک میشه چون که به مغزهای پوش تسلیم میشه بعدن بین گرگ ها تقسیم میشه با امید روزی که همه خدمت کنه خدمت جایگزین قدرت کنه خدمت جایگزین قدرت کنه